الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان گرامی، این برنامه قسم دوم برنامه مهدی است. در قسم اول اگر ندیده باشید در شبکه هست، میتوانید معلومات پره درباره مهدی دوم همون برنامه است ان شاء الله. خوب، در برنامه گذشته نام و نسب امام مهدی را بیان کردیم و کی هست و گفتیم که نام و نسب امام مهدی محمد ابن عبدالله است، از نسل پیامبر صلی الله علیه و سلم، از دخترشان فاطمه و از نبرهشان حسن است. امروز درباره شکل مهدی چنانه که در احادیث آمده است و چند سال حکمرانی میکند و حکمرانیش چگونه میشود و باز بعضی حادثه هایی که در عهد امام مهدی میشود بیان خواهیم کرد. حدیث اول از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: المهدی منی اجل الجبهه اقنى الانف یملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین اخرجه ابو داود والحاکم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگویند پیشانی مهدی وسیع است، اجل الجبهه، زیرا که مویسری پیشانیش به قفا رفتگی است، بنابراین پیشانیش وسیع است. اقنى الانف یعنی بینیش کمتر چه است، دراز است و پیشش کمتر خم زدگی است. خوب، این شکل ظاهری مهدی است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند زمین را چیکار میکند؟ با عدل پر میکند، چنانه که با جور و با ظلم و ستم پر شده بود. یملک 7 سنین، در روی زمین 7 سال حکمرانی میکند. این در حدیث اول 7 سال آمده است. باز در یک حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله میگن 7 یا 8 سال، یعنی بین 7 و 8 چیکار میکند؟ حکمرانی میکند. این حدیث را ابو داود و امام حاکم روایت کردند. همچنین از علی ابن ابی طالب از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: المهدی منا اهل البیت یصلحه الله فی لیله اخرجه ابن ماجه و احمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک خود میفرمایند مهدی از ما از اهل بیت است، چنانه که نام و نسبش را در برنامه گذشته بیان کرده بودیم. یصلحه الله فی لیله، الله حق سبحانه و تعالی در یک شبانه روز او را چیکار میکند؟ اصلاح میکند. یعنی در شرح این حدیث علما میگویند در یک مدت کوتاه امام مهدی چی میشود؟ خلیفه میشود. الله حق سبحانه و تعالی او را سزاوار خلافت میگرداند، چنانه که انشاءالله در حدیث می آمدگی این را خوش رو شرح میدهیم. و امام مهدی چنانه که بعضی ها نوارها کردن، ویدیوها کردند که یک کودک تولد شده است نامش مهدی است، با مادرش صحبت کردیم فلان و بیسمدان، اینها همش دروغ است. مهدی از خردسالیش شاید معلوم نمی شود که او مهدی است. الله سبحانه و تعالی در یک مدت کوتاه او را چیکار میکند؟ یعنی یک انسان عادی است و مثل انسان عادی است و در یک مدت کوتاه او را الله سبحانه و تعالی سزاوار خلافت میگرداند. خب، حدیث دیگر، حدیث صحیح از ثوبان صحابه کرام روایت شده است رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: یقتتل عند کنزکم ثلاثه كلهم ابن خلیفه ثم لا يصير الى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لم احفظه فاذا رايتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خلیفة الله المهدی. رواه ابن ماجه و الحاکم. این حدیث را ابن ماجه و حاکم روایت کردند و بعضی از اهل علم این حدیث را ضعیف گفتند. یعنی این حدیث بعضی از اهل علم صحیح گفتند و بعضی از اهل علم ضعیف گفتند. خب، پیامبر صلی الله علیه و آله در این حدیث میگویند در نزد کنز 3 نفر جنگ میکنند. کنز، در شرح کنز بعضی از اهل علم گفتند کعبه است. باز در بعضی روایت ها آمده است که کنزی که در کعبه است، یا کنز گفته پیامبر صلی الله علیه و آله خود کعبه را در نظر دارند. خب، در همونجا 3 نفر جنگ میکنند. هر 3 اش میگویند پیامبر صلی الله علیه و آله فرزند چی است؟ خلیفه است. ولی کنز به یگانت آنها نمی رود، یعنی یگانت آنها در آخر کنز را صاحب نمی شود، هر 3 کشته می شود. سپس بیرق های سیاه از طرف مشرق می بیاید، میگویند پیامبر صلی الله علیه و آله، یعنی یک لشکری می بیاید که با بیرق های سیاه. فیقتلونکم قتلا،
شما را چنان میکشند که یگان بار چنین کشتار شده نبود. یعنی خیلی مردم زیاد میمورد. صحابان میگویند سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی چیزها رو ذکر کردند که در یاد ندارم و گفتند در دوام حدیث، در ادامه حدیث گفتند فاذا رأیتموه فبایعوه، اگر شما او را دیدید، یعنی مهدی را دیدید، بیعت کنید او را، ولو حبوا علی الثلج، اگرچه در برف هم جهیده راه گردید، شما چیکار کنید؟ او را بیعت کنید، زیرا اینکه او خلیفه الله است، او مهدی است. این حدیث را چنانه که گفتیم ابن ماجه و حاکم روایت کردند. بعضی از اهل علم صحیحش گفتند، بعضی از اهل علم ضعیف گفتند. خب حدیث دیگر از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند یخرج فی آخر امتی المهدی یسقیه الله الغیث و تخرج الارض نباتها و یعطی المال صحاحا و تکثر الماشیه و تعظم الامه یعیش 7 او 8. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث گفتند در آخر امت من مهدی می براید. الله سبحانه و تعالی باران را زیاد در زمان مهدی باران زیاد می دهد که زمین سبززار می شود، یعنی سیر میوه و سیر حاصل می شود و مال زیاد می دهد و مردم مال زیاد می دهد. یعنی در زمان مهدی، وقتی مهدی خلیفه می شوند، چی می شده است؟ فراوانی و مال زیاد می شود. و تکثر الماشیه، حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند چارواها زیاد می شود، مال و گاو و گوسفند هم زیاد می شود. و تعظم الامه، امت یک بزرگ می شود، صاحب عظمت می شود. یعیش 7 او 8، چنانه که پیشتر گفتیم 7 یا 8 سال بعد از خلیفه شدن زندگی می کند و حکمرانی می کند مهدی. حدیث دیگر از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، این حدیث همچنین حدیث صحیح است، امام بخاری و مسلم روایت کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما در کدام حالت هستید وقتی عیسی ابن مریم میفراید، نازل میشود و امام دارید شما؟ یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم حالتی خوبی مسلمان ها را گویا وصف کرده، یک در حالت خوب هستید شما گفته ایستادند وقتی عیسی میفراید و شما الکی چی هستید؟ صاحب امام هستید، خلیفه دارید و همون خلیفه چنانه که در حدیث دیگر میبیاید که است مهدی است. خب حدیث دیگر از جابر رضی الله عنه روایت شده است که میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا تزال طائفة من امتی یقاتلون على الحق ظاهرین الى یوم القیامه قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. رواه مسلم. این حدیث را امام مسلم روایت کردند که جابر میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند یک طایفه از امتان من تا روز قیامت بر حق استوار هستند، بر جهاد استوار هستند تا روز قیامت. سپس گفتند عیسی ابن مریم می فراید و امیر شما، امیر مسلمان ها میگوید عزت و احترام کرده عیسی علیه السلام را، چنانه که عیسی علیه السلام یکی از 5 نفر اولوالعزم هستند، پیامبران اولوالعزم هستند. عیسی علیه السلام را احترام کرده میگوید تعال صل بنا. عیسی را دعوت میکنند که تا اینکه امام شود و نماز گذارد. امام شده میگویند شما امام شوید، ما از خلفای شما نماز میگذاریم. پس عیسی میگویند، عیسی علیه السلام میگویند نه، رد میکنند و میگویند ان بعضکم علی بعض امراء، شما خود امیر همدیگر هستید. این عزت و احترامی که الله بر این امت داده است و شما امیر هستید، شما باید چیکار کنید؟ امام شوید. و در روایت دیگر از حارث ابن ابی اسامه روایت شده است که فیقول امیرهم المهدی تعال صل بنا، یعنی آشکارا ذکر کرده است که امیرشون، یعنی امیر همان لحظه، امیر همان وقت امام مهدی میگوید به عیسی که بیایید شما امام شوید و سپس عیسی علیه السلام رد میکنند و میگویند شما چیکار میکنید؟ شما امام میشوید و ما از قفای شما نماز میگذاریم. سپس بعد از خواندن نماز آنها چیکار میکنند؟ میروند و
با دجال جنگ میکنند و دجال را به قتل میرسانند و انشاءالله در نوارهای آینده درباره دجال هم چگونه است، شکلش چگونه است و کی می آید، چه خیلی است، چه کارها میکند، انشاءالله پره و مفصل موافق حدیث های صحیح یک برنامه خاص علاهیده خواهیم کرد. و این بود دوستان عزیز درباره مهدی عقیده ما و شما است و عقیده را ما و شما موافق حدیث های صحیح باید بگیریم و عقیده خود را درست کنیم. الله سبحانه و تعالی نگهبانتان باشد تا برنامه های آینده.